خب سلام خدمت همه دوستان. ما توی لایوی که برای گروه نوجوان داشتیم سعی کردیم اطلاعات مفیدی رو در اختیار دوستان بذاریم. حتما خوشحال میشیم که لایو رو توی پیج مؤسسه ببینن، ولی خب لازم بود یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اینکه ما توی شهاب دانش معتقد هستیم که گروه هایی که ما داریم آموزش میدیم، از جمله گروه نوجوان ما فقط به اینها سواد علمی انتقال نمیدیم. ما شعارمونه که داریم بهشون مهارت یاد میدیم. وقتی حرف از مهارت میزنیم، مهارت منظورم این نیست که بتونه انگلیسی حرف بزنه، فقط منظورم این نیستش که مهارت اینو داشته باشه که بتونه یک آزمون زبان انگلیسی رو خوب بتونه پاس بکنه. اون هم جزئی از کار ماست، اما ما داریم به بچه‌ها مهارت ارتباطی رو یاد میدیم، داریم بهشون کار تیمی یاد میدیم، داریم بهشون ارزشمند بودن رو یادآوری میکنیم، داریم بهشون اعتماد به نفس، حضور توی فضای اجتماعی رو شکل میدیم، داریم بهشون نشون میدیم که چقدر توانمندن و از طریق این اعتماد به نفسی که دارن بتونن جایگاهشون رو تو جامعه پیدا بکنن. اسطوره‌های ذهنی که میخوان برای آیندهشون بسازن، ایدئالایی که برای آیندهشون بسازن رو واقعی تر بسازن. ما توی شهاب دانش ارزشی که خلق میکنیم یاد دادن زبان انگلیسی نیست، بلکه به آدما و مخاطبینمون این موضوع رو یادآوری کردن که چقدر آدمای توانمند با استعدادی هستن و چقدر توی روند آموزش ما بتونیم اون در واقع اعتماد به نفس رو توی مهارت‌های ارتباطی بهشون بدیم که احساساتشون رو بتونن راحت بیان بکنن، بتونن حرف بزنن، بتونن حل مسئله بکنن، بتونن ارتباط برقرار کنن، بتونن توی گروه‌های همسالاشون خودشون رو چند پله جلوتر ببینن. ما دنبال خلق این ارزش ها هستیم و امروز اگر شما دوستان ما رو انتخاب کردید، این به معنی در واقع فقط بحث آموزش زبان نیست، بلکه شما حس ارزشمند بودن، حس ارتقای خودتون، حس توانمند شدن، حس اعتماد به نفس یا تقویت اعتماد به نفس، حس توانمندی در حل مسئله، حس بودن در یک محیط پویا، حس شکل دهی به شخصیت اجتماعی و اثرگذار خودتون تو جامعه رو انتخاب کردید و این انتخاب فقط کلاس زبان نیست و خوشحالیم که ما مخاطبای فهمیده با درک و انقدر خوبی مثل شما داریم و امیدواریم که جدی سرسخت این مهارت محوری رو دنبال بکنیم و کمک بکنیم که اتفاقات خیلی خوب بیفته و با حال خوب، با انرژی خوب دنبال این هستیم که شرایط و بستر رو حرفه‌ای تر پیش ببریم. شما لایق بهترینایید، باید پیشرفت کنید و در جایگاه درست خودتون قرار بگیرید. ما از حضور و وجود تک تکتون خوشحالیم و به وجودتون افتخار میکنیم. اولیای عزیزی که دارن حمایت میکنن ازشون سپاسگزاریم، بچه‌ها رو دارن حمایت میکنن، زبان آموزایی که دارن برای آیندهشون تلاش میکنن بهشون میبالیم، چون اینها آینده ساز این کشور هستن و زندگی ما رو و نسل‌های بعد ما رو قراره بهتر بکنن. انشالله که موفق باشید. خوشحالیم که تو مجموعمون هستید و حسابی برنامه داریم که پیشرفت کنید و ما از انرژی خوب پیشرفتتون ما هم کلی انگیزه داشته باشیم بتونیم کار بهتری انجام بدیم. آرزوی موفقیت دارم برای همه دوستان.